بهرام غفوری آوازخوانی معروف تاجیک و سراینده ترانه ای مهاجربچه سرگردان تاجیک در سن 44 سالگی بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شهر دوشنبه درگذشت. به نام الله بخشاینده و مهربان. بعضی از اینها برایم دوست و رفیق بودند و بعضیشان همکار. افسوس، صد افسوس که امروز دیگر با عید سعید فطر یا عید قربان نمیتوانیم تبریکشان کنیم. کتاب اعمال دنیایشان بسته شد. هرچی بهانه شد و از این دنیا به نزد الله رفتند. اما چی خیلی رفتند؟ این سوال و جوابش تنها به الله معلوم. من شخصا رفت و آمد خوب داشتم با مرحوم سهراب سفرزاد. در خاطر دارم شبها خواب نکرده آهنگی نو ایجاد کرده بحث شهرت آن را میکردیم. یا الله خطا میکردیم. ببخش ما را و وقت قیمت خود را به هوا و هوس صرف میکردیم. ببخش ما را. این سراینده بهرام غفوری در تویهای عروسی هزاران نفر اشتراک کرد، از جمله توی من نیست. اما امروز در قبر و فردا در قیامت از کدام توی و تبریکات در آن پرسیده می شود. صد دریغ نامه اعمالش بسته شد. الله ببخشد گناه هایمان را. این صنعتکار انسانی خوب بود. کار خود را دوست می داشت و ما می توانستیم که پای چند روز بیخوابی کنیم تا ایجادیاتی نو با مردم پیشکش کنیم. اما نمی دانستیم که خطا می کردیم. وقتی خود را ضایع می کردیم. افسوس الله گناهان ما را ببخشد. چرا که یک آیت قرآن به جای سرود از یاد نکردیم. چرا که یک حرف قرآن را نآموختیم. چون به امید اجر الله می شدیم. یا الله ببخش ما را. شخصانی شناخته در بین مردم و مردم آنها را دوست می داشتند برای آن که روز دنیاییشان را خوش می گذرانیدند. ببینید و یک بار فکر کنید، آیا دوست داشتن ما به خاطر دلخوشی این دنیا درست است؟ یک بار اندیشه کنید. پگاه می رویم و اگر پگاه نباشد یک روز دیگر، چرا ما آنهایی که نصیحت می کنند و وعده الله را برایمان یادآوری می کنند آنها را دوست نداریم؟ چرا ما آنها را دوست نداریم؟ آخر وقتی که انسان مرد دیگر سرود و تشکیلی خرسندی و مردم را به فحش دعوت کردن و آن شهرت به کی لازم؟ آیا به الله این عملها لازم بود؟ و آیا از این فایده بود؟ صد دریغ. الله ما را ببخش و به راه راست هدایت کن. بگو هر آینه آن مرگی که از آن می گریزد شما را حتما در خواهد یافت و سپس نزد آن دانای و نهان و آشکارا برگردانیده می شود تا به کارهایی که کرده اید آگاهتان سازد. سوره جمعه آیت 8.